سلام و وقت بخیر. به خبرهای خوب این هفته خوش آمدید. قرار است به تاریخ دوم ماه حمل سال آینده بند کمالخان به طور رسمی افتتاح شود. مقامات رول این بند را در بخش‌های زراعتی، آبیاری، صنعتی و اقتصادی حیاتی تلقی می‌کنند. کار ساخت بند کمالخان را داوود خان اولین رئیس جمهور کشور آغاز کرده بود که بعد از 44 سال تعویق از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی تکمیل شد. این بند در ولایت نیمروز ساخته شده که ظرفیت آبیاری 80,000 هکتار زمین دارد. در افغانستان بانک میگوید به ارزش 100 میلیارد افغانی بانکنوت‌های جدید چاپ کردند. مسئولین این بانک میگوید از سال 1381 بدین سو 365 میلیارد و 600 میلیون افغانی به بازار عرضه شده بود و 58 میلیارد افغانی پول کهنه جمع آوری و حریق شده است. بر اساس معلومات بانکنوت‌های جدید دارای کیفیت عالی است که در کشور پولند چاپ گردیده است. وزارت مالیه میگوید در 2 هفته اول ماه هوت سال مالی جاری 5 میلیارد و 544 میلیون افغانی عواید را جمع آوری کردند. در اعلامیه این وزارت نگاشته شده است که 644 میلیون افغانی از مستوفیت‌های ولایات مختلف، 346 میلیون افغانی از عواید مالیاتی، 801 میلیون افغانی از عواید غیر مالیاتی و 2 میلیارد و 784 میلیون افغانی را از گمرکات کشور جمع آوری کردند. بیش از 2 میلیون و 500 هزار تذکره الکترونیکی در کشور توزیع شده است. اداره احصایه و معلومات میگوید تلاش دارند که روند توزیع تذکره را انکشاف دهند. این اداره میگوید اکنون 3 میلیون تن دیگر نیز فرم‌های آنلاین به خاطر دریافت تذکره الکترونیکی را خانه‌پری کردند. خبر سرعت روند توزیع تذکره الکترونیکی در حال رسیده است که به تازگی ریاست پاسپورت نیز اعلان کرده که از این به بعد توزیع پاسپورت بر اساس تذکره‌های الکترونیکی صورت خواهد گرفت. تفاهم‌نامه همکاری‌های زراعتی و مالداری میان افغانستان و ترکیه به امضا رسید. در این تفاهم‌نامه بر انکشاف همکاری‌ها میان دو کشور در بخش‌های تربیه ماهی، صنعت غذایی، آبیاری، صحت حیوانی و مالداری تاکید شده است. این تفاهم‌نامه در شهر آنقره ترکیه میان وزیر زراعت افغانستان و وزیر زراعت ترکیه به امضا رسید. کار ساخت بند پلتو در ولایت پکتیکا آغاز شد. اداره ملی تنظیم آب کشور میگوید 1.34 میلیارد افغانی هزینه ساخت این بند خواهد شد که با تکمیل شدن کار این بند 300 هزار هکتار زمین آبیاری خواهد شد. هدف ساخت این بند مدیریت آب، جلوگیری از سیلاب‌های موسمی، آبیاری زمین‌های زراعتی، تقویت آب زیرزمینی و کاریابی به مردم میباشد. این بند 2 ماه قبل افتتاح شده بود اما بنابر سردی هوا کارش آغاز نشده بود. وزارت فواید عامه میگوید چند شاهراه مهم کشور به ارزش 360 کیلومتر را بازسازی کردند و به زودی به بهره برداری سپرده خواهند شد. بر اساس معلومات این سرک‌ها که شاهراه کندهار سپین بولدک، شرن انگور عده، هرات بادغیس و سرک شبرغان سرپل شامل میباشد. کمپاین نهالشانی 27 میلیون نهال در سراسر کشور آغاز شد. اداره محیط زیست میگوید سال گذشته در کمپاین نهالشانی 23 میلیون نهال غرس شده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور طی حکم به همه وزارتخانه‌ها در مرکز و ولایت و مسئولین ادارات دولتی وظیفه سپرده که در مشوره با اداره محیط زیست و شاروالی در این پروسه مهم سهم بگیرند. در سال جاری بیش از 31 تن عسل در ولایت میدان وردک تولید شده است. مقامات میگوید در این ولایت 161 فارم‌های کوچک و بزرگ موجود میباشد و تلاش دارند تا صنعت تربیه زنبور عسل را در این ولایت انکشاف بدهند. ریاست زراعت ولایت میدان وردک میگوید زنبورهای عسل این ولایت از نوع ایتالیوی هستند که در 3 فصل سال در ولسوالی‌های مختلف در آب و هوای مناسب نگهداری می‌شوند. در ولایت خوست، لغمان و هرات برای 4 مکتب ساختمان‌های جدید ساخته و به بهره برداری سپرده شد. وزارت معارف میگوید بالای ساخت این مکاتب 119 میلیون افغانی مصرف آمد و به شمول صنوف درسی دارای تمام سهولت‌های مورد نیاز میباشد. این وزارت افزوده است که با ساخت این مکاتب بیش از 2000 متعلم از این به بعد در یک فضای مناسب مصروف تعلیم خواهند بود. ممنون از توجهتان به خبرهای خوب این هفته. تا بعد، خدا نگهدار.